گلشیفته فراهانی بعد از 16 سال دوری از وطن صحبت کرد و پرده از ناگفته‌هایی برداشت که پر از رنج و درده. گلشیفته برای زندگی کردن ساز می‌زده و از این راه خرج خورد و خوراک خودشو به دست می‌آورده. اگر دوست داری اطلاعات بیشتری راجع به این هنرمند کشورمون بدونین، با من همراه باشین که این ویدیو مخصوص شماست. گلشیفته متولد 19 تیر ماه سال 1362 بوده و شروع بازیگریشو در سن 14 سالگی در فیلم درخت گلابی آغاز کرده. او در سن 16 سالگی در حالی که در یکی از خیابان‌های تهران در حال قدم زدن بوده، از پشت مورد اسیدپاشی قرار میگیره و منجر به سوختگیش میشه. گلشیفته خیلی صحبت داشت و نمیدونست که از کجا شروع کنه. او 16 سال از دنیای بازیگری ایران دور بوده و سالها بوده کار ایرانی انجام نداده بوده. او فیلمای زیادی و خارج از ایران بازی کرده، از جمله در فیلم سنگ صبور نقش یک افغانی را ایفا کرده. او در فیلمی به نام خواندن لولیتا در تهران نقش آفرینی کرده و این فیلم در روم فیلم برداری شده. او به زبانهای هندی، انگلیسی و فرانسه تسلط داره و صحبت میکنه. او بیان میکرد که 6-7 سال اول خیلی دردمند بوده و برای نجات باید خودش رو در اقیانوس پرت میکرده. کارگردان فیلم خواندن لولیتا در تهران یک اسرائیلی به نام ایران انکریس بوده که فیلم‌های درخت لیمو و عروس سوریه رو کارگردانی کرده. گلشیفته با بازی در این فیلم انقلاب و جنگ رو تداعی کرده و این فیلم برای او یه تراپی بوده و باعث شده که راه صحبت کردن زبان فارسی براش هموار بشه. او میگه ما روح‌های معلولی هستیم که هیچ وقت این معلولیت رو از دست ندادیم و از تبعید و زخم‌ها و فشارها و حاشیه‌هاش صحبت کرده. اگر تا اینجا ویدیوی ما مورد پسند شما واقع شده، با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و دکمه زنگوله رو فعال کنید که از ویدیوهای بعدی ما مطلع شوید. گلشیفته میگفته داستان هنر یک داستان بقا هستش و در زمان بچگی موهاشو مدل پسرونه ماشین میکرده و به هیئت‌ها میرفت و برای امام حسین عزاداری میکرده و زنجیر میزده. اون میگه هر آنچه که قرار بود انجام نده رو انجام میداده و هیچ چیز غیر ممکنی برای او وجود نداشته و همه چی ممکن بوده. او از سعادت آباد تا چیتگر دوچرخه سواری میکرده و روزها گلشیفته و شبها امیر بوده. او در صحبتاش اینطور میگفتش که وقتی رسید اون طرف آب مثل این بود که خورده زمین و بدنش تیکه تیکه شده و رسیده به جایی که نه زبان بلد بوده و نمیدونسته زمین کجاست و آسمان کجاست. او به فرانسه رفته و بعد از اون به الی و نقشای تروریست براش پیشنهاد شده بود که نمیتونستش که کرامت خودش رو بفروشه و در این نقشا ایفای نقش کنه و مجددا برگشته به فرانسه و سالها طول کشیده تا جایی که از بی پولی توی خیابون ساز میزده و پولا رو جمع میکرده و خرج خورد و خوراک زندگی خودش رو تأمین میکرده. او میگفت در خارج از کشور پلی هست به نام پل تبعید که همه باید از روی اون پل رد بشن. یک سری گیر میکنن، هم اول پل میمونن و یک سری با معلولیت رد میشن. اون مسیر خیلی سختی رو گذرونده بوده تا از این پل رد بشه. به جایی رسیده بوده که میخواسته در بیمارستان روانی بستری بشه و یکی از دوستانش با صحبت کردن با او از این کار منصرفش میکنه. اون میگفت در تبعید همه خانواده هم میشن. نظر شما در مورد گلشیفته فراهانی چیه؟ دوست دارم نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید و با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و دکمه زنگوله رو فعال کنید که از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشین. براتون روزهایی پر از عشق و شادی همراه با آرامش آرزومندم. دوستتون دارم و ایام بکام.